بله دوستان، امشب عروسی خال یوسف سلطان زن جهان در خدمت هستیم. عروسی خودت، خیلی خوش اومدی. زنده باشی. امشب عروسیت دیگه؟ بله. خودت عروسیت خودت آشپزی میکنی؟ بله خودم آشپزی میکنم. خیلی هم عالی. ایشون 15 تا زن داره، با زن امشبش میشه 16 تا، 54 تا بچه داره، 310 تا نوه. و جالب اینجا 8 تا 4 تا تورایی داره. و امشب میشه 5 تا تورایی دیگه. بله. شما بیشترین چیزی که مصرف میکنی چیه؟ برای عرق کردن، برای عرق خوش کردن دستمال کاغذی. دستمال کاغذی فقط برای عرق خوش کردن؟ بله. خیلی هم عالی. خب عروس هم که دیگه رفته گل بچینه. نه عروس اینجا. نه میدونم، اصطلاح یعنی رفته گل بچینه. بله. درسته. جالب اینجا 4 تا تورایی هم داره. با امشب 100% تورایی دارم. اوکی. حله. فقط مواظب باش ضعف نیاری، غش نکنی. نه من روغن حیوانی میخورم. روغن حیوانی نمیخوری؟ بله. امشب میخوای بخوری؟ بله. خیلی هم عالی. اگه غش کردی آب میوه زیاد بخور. قربونت. سلطان زن، فشارت پایین نره. سلطان زن حاج یوسف.